سلام علیکم دوستان عزیز. این حال ما در دهه زیبای بلوچستان آمدیم تا که امروز مردم به طور حشر بخشیده به روز کنستیتوسیا چی حشر داشتن میرویم که از رفت کار شما رو بگوسازیم. معرکه سیاسی داریم، روزی سرخوان، روزی کنستیتوسیای دولت، بختنامه ملت دوام. هر کی مراد از دروازه خیلی بود هم مدنیت اقبال و تمساحی و خانواده منصوب شد تاجیکستان فیض شد. امروز مردم دهه بهارستان جماعت دهات وطن ناحیه فرخار بخشیده به روز کنستیتوسیای دولتی جمهوری تاجیکستان حشر دست جمعانه برای بنیاد و زیبا گرداندن محل‌ها، خیابان‌ها و راه اساسی این دهه گذراندند و اقدام دارند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام راه‌ها و خیابان‌های دهه بهارستان را منفرش و زیبا گرداندند. با دستگیری و اقدام‌های شایسته این مردم شرافمند دهه بهارستان تا امروز زیاده از 16 سیمچوب‌های زمانوی برای تامینات برق دهه نصب کرده شده. زیاده از 700 متر جوبارهای آبپرتا از تعمیر پره و کارکرد برای آب با استفاده داده شده. ببینید جوامرد عزیز، پدرای معنوی پیروی کار بخشیده به روز کنستیتوسیا همه دست به کار بهره آبادی این زمین، بهره آبادی این سرزمین دهه بهارستان در جماعت دهات وطن چی کارهای زیبا کردن زمین اصلا میخونید بهرهشون. ببینید